به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران، اواخر پاییز سال گذشته زن جوانی با مراجعه به پلیس آگهی از ناپدید شدن شوهر دندانپزشکش به نام شهاب خبر داد. ماموران با بررسی تلفن همراه شهاب دریافتند آخرین بار در محدوده خیابان فرشته آنتن‌دهی داشته است. بررسی لحظه به لحظه تصاویر دوربین‌های مداربسته خیابان نشان داد او به ساختمانی چند طبقه وارد شده، اما خروج او ثبت نشده بود. به این ترتیب مأموران با دستور قضایی وارد ساختمان مورد نظر شدند و مشخص شد مرد گم شده آخرین بار در یک دفتر در طبقه دوم این ساختمان بوده است. مأموران در بازرسی دفتر به یک چرخ گوشت برخوردند و متوجه آثار خون شسته شده در کف واحد و آثار سوختگی و بقایای چند تکه استخوان پیدا شد. با این سرنخ‌ها منشی دفتر که مردی 30 ساله بود بازداشت شد. وی گفت اینجا دفتر دکتر شهروز است. من دانشجوی پزشکی هستم و 1 سال قبل از شهرستان به تهران آمدم. از آنجا که برای هزینه‌های تحصیلی و امرار معاش نیاز به کار و خانه داشتم با دکتر شهروز آشنا شدم. او به من خیلی محبت کرد. بعد از مدتی متوجه شدم که او با برادرش دکتر شهاب از مدت‌ها قبل به خاطر بدهی 4 میلیارد تومانی اختلاف دارند. چند روز قبل دکتر تلفنش را برداشت و به برادرش زنگ زد و به من داد و از من خواست تا با شهاب تماس بگیرم و عنوان کنم که برادر یکی از دوستانش هستم و میخواهم برای تأسیس یک مرکز درمانی با او همکاری کنم. در ازای این کار هم پول خوبی به من داد. من هم تماس گرفتم و دکتر شهاب را به این ساختمان کشاندم. اما همین که وارد دفتر شدیم دکتر شهروز از اتاق بیرون آمد و با تفنگ کپسولی چند گلوله به او شلیک کرد. یکی از ساچمه ها هم به دست من خورد و بعد هم با بتوم چند ضربه به او زد و از من خواست تا آمپول بیهوشی بزنم و من هم زدم و دکتر شهاب بیهوش شد. ما او را روی یک ویلچر نشاندیم و دست و پا و دهانش را بستیم. ما او را 3 روز نگه داشتیم و در این مدت دکتر شهروز تعداد زیادی چک و سفته از برادرش گرفت و در روز 4 دکتر گفت باید او را بکشیم. چند نایلون آورد و دستها و پاهای برادرش را در آن قرار داد و رگ هر دو دستش و پاهایش را زد و او فوت کرد. بعد از من خواست تبر و اره بیاورم. برادرش را مسلح کرد و ساعت شهاب را هم به من داد و در آخر هم بدن مسلح شده دکتر شهاب را داخل چرخ گوش انداخت تا آثار انگشت جسد شناسایی نشود. با کمک هم بقایای جنازه‌اش را به پشت بام بردیم و با نفت آن را سوزاندیم. بعد همه جا را تمیز کردیم و شستیم و گوشت‌ها را هم داخل چند پلاستیک ریختیم و سر کوچه و خیابانی که دوربین نداشت یکی از پلاستیک‌ها را روی زمین می‌گذاشتیم. با اعترافات هولناک وحید مأموران به ردیابی دکتر شهروز پرداختند و در نهایت وی در جزیره کیش دستگیر و به تهران منتقل شد. او در بازجویی‌ها اختلاف با برادرش را پذیرفت اما منکر قتل شد و ادعا کرد منشیش وحید عامل جنایت بوده است. بررسی‌ها حکایت از آن داشت که مدتی قبل دکتر شهروز قصد داشته نماینده مجلس شود. برادرش دکتر شهاب 4 میلیارد تومان برای تبلیغات او هزینه کرده بود، اما وقتی شهروز رد صلاحیت شد شهاب از شهروز تقاضای بازگرداندن پولش را داشت که همین موضوع سبب بروز اختلاف بین دو برادر شده بود. با تکمیل تحقیقات برای دکتر شهروز و دستیارش به اتهام مشارکت در قتل، آدمربایی، جنایت بر میت، سرقت مقرون به آزار و اخذ سند به اجبار کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری 1 استان تهران فرستاده شد. در دادگاه چه گذشت؟ در ابتدای این جلسه پدر و مادر مقتول به جایگاه رفتند و عنوان کردند که به هیچ عنوان حاضر به گذشت نیستند و درخواست قصاص دارند و حتی در صورت اثبات حکم برای هر دو نفر در صورت لزوم حاضر به پرداخت مالیات و متفاوت دیه هم هستند تا هر دو نفر قصاص شوند. پس از آن دکتر شهروز به جایگاه رفت و گفت من اتهام قتل را قبول ندارم. وقتی شهاب به دفترم آمد و با دیدن من جا خورد قصد داشت آنجا را ترک کند که وحید از پشت با آمپول او را بیهوش کرد
و بعد هم شهاب را روی ویلچر گذاشت و دست و پاهایش را بست. من به خاطر بدهی که به برادرم داشتم از او به زور سفته و چک گرفتم. 3 روز بعد هم گفتم دیگر کاری با تو ندارم. اگر چک و سفته های من را اجرا بگذاری، من هم چک و سفته های تو را اجرا میگذارم. حالا هم اگر میخواهی برو. بعد از آنجا به وحید گفتم وقتی من به طبقه دوم رفتم دست و پایش رو باز کن تا برود. من پایین بودم که به یک بار دیدم وحید با سر و صورت و لباسهای خونی پیش من آمد و گفت که کارش را تمام کردم. یک لحظه شوکه شدم و به او گفتم چرا او را کشتید؟ و وحید در جواب گفت با او دعوایم شد و از شدت عصبانیت نتوانستم خودم را کنترل کنم. به خاطر اینکه پای من به پرونده قتل کشیده نشود او را مسلح کردیم تا رد پایی از ما بر جا نماند. حالا هم خیلی ناراحتم چون برادرم مرد شریفی بود. قاضی از شهروز پرسید چرا باید در یک دفتر اداری چرخ گوشت صنعتی داشته باشید؟ متهم جواب داد ما گاهی در دفترمان میهمانی میگرفتیم و دوستان و همکارانمان به آنجا می آمدند و برایشان کباب درست میکردیم. قاضی سوال کرد دفترچه یادداشتی که با خط خودت پیدا شده نشان میدهد از مدت‌ها قبل نقشه قتل برادرت را کشیده بودی. متهم گفت من دفترچه یادداشتی نداشتم. پس از آن وحید به جایگاه رفت و او نیز اتهام قتل را رد کرد و گفت دکتر شهروز استاد من بود. وقتی ماجرای اختلاف با برادرش را تعریف کرد قبول کردم کمکش کنم. شهروز با کلت کپسولی چند ساچمه به او زد و بیحال شد و داشت از پشت می افتاد که گرفتمش و شهاب را به طبقه سوم بردم. در طول 3 روزی که شهاب دست و پا بسته روی ویلچر پیش ما بود دکتر تعداد زیادی چک و سفته از برادرش گرفت و بعد هم گفت دیگر نیازی به او نداریم و باید شهاب را حذف کنیم. من پایین بودم که دکتر با لباس خونی آمد و گفت رگهایش را زدم. وقتی فوت کرد اون را مسلح می‌کنیم تا رد پایی از ما پایین نماند. در پایان این داستان جنایی هولناک پس از یک محاکمه پرتنش و دراماتیک قضات حکم نهایی را صادر می‌کنند. پزشک سرشناس و دستیارش به جرم قتل عمد و توطئه مجرم شناخته می‌شوند. با وجود تلاش‌هایشان برای دستکاری مدارک و دفاع اولیه از بیگناهی، شواهد قوی از جمله شهادت شاهدان و مدارک دیجیتالی هیچ شکی باقی نمی‌گذارد. پزشک به حبس ابد بدون امکان عفو مشروط محکوم می شود، در حالی که دستیار او که نقش کمتری اما همچنان حیاتی داشت به 25 سال زندان محکوم می شود. این حکم به عنوان پیروزی عدالت تلقی شده و تا حدودی برای خانواده قربانی تسلی بخش است. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر از این داستان خوشتون اومد حتما ویدیوهای بیشتری در کانال ما منتظر شماست. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جدید ما رو میبینه. اگر نظری داشتید یا داستانی که دوست دارید بشنوید حتما توی کامنت ها برایمون بنویسید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.